نویسم. 4 تا کتاب می نویسه در زندان. کتاب الهدایت حی بن یقظان، القلنج و کتاب شفا رو تمام میکنه. کتاب شفا در باب مسائل سیاسی، علوم سیاسی و مسائل علوم اجتماعی روانشناسی هستش. روانشناسی که به اصطلاح روانشناسی کودکان رو هم می‌نویسه. بعد خدمتتون عرض کنم از اونجا که آزاد میشه دیگه راهی میشن میرن به سمت با برادرش محمود راهی شهر اصفهان میشن. اصفهان فردی به نام علاءالدوله کاکویی. خانم تو موسیقی هم فکر کنم نه؟ بله موسیقی بوعلی سینا بله داره، رساله داره ولی ناتمامه رسالش. میاد میره به سمت اصفهان. اونجا باز محمود غزنوی میاد یه جنگی با ریو گرفته بوده، میاد به اصفهان چند بار یورش میاره. محمود غزنوی فوت شده بوده، مسعود میاد روی کار توسط فرتاشنامی که فرمانده نظامیش بوده چندین بار یورش میبره به اصفهان. اونجا موفق نمیشه تا بار آخر که یورش میارن توی منطقه نزدیک بروجرد امروزی یه شهری بوده به نام کرج. الان هیچ اثری از این شهر نیست. در 1000 سال پیش این شهر آباد بوده. بعد اونجا این جنگ صورت میگیره. بوعلی سینا در جنگ شرکت کرده بوده به خاطر ادای دینی که به علاءالدوله کاکویی حاکم شهر اصفهان داشته و اینجا که مریض میشه، سخت بیمار میشه، بیماریش عود میکنه، بیماری قلنج داشته، فرصت مداوای خودش رو پیدا نمیکرده. بعد از طرفی دیگه سربازان میان جلو چشمش تمام کتاباش رو، تمام آثارش رو، این چیزی که خود ابوعبید جوزجانی میگه که ابوعبید هم همراهش بوده، اینا آتش میزنن. خیلی از کتاب‌های بوعلی سینا آتش زده میشه و این چیزاییه که ما هیچ وقت به دست ما نمیرسه. الان یه چیزی حدود 213 اثر از بوعلی سینا به جا مونده که تقریبا نسبت داده میشه به بوعلی سینا و احتمالاً هم صحیح هست، ولی 440 کتاب می‌نویسه و اون بر اساس گفته‌های ابوعبید جوزجانی که همشون خیلی از کتاباش بسیار مثال در تاجیکستان جشن 1045 سالگی ابوعلی بن سینا جشن گرفته میشه. ما حتما شما دعوت میکنیم اونجا بیاید اشتراک بکنید در حتما. اگه خواستیم من براتون ابوعلی سینا خیلی میگم. بوعلی سینا اونجا که تو شهر کرج بودن یا کرخ، چون که ما اسناد تاریخیمون خیلی اشتباه غلط املایی زیاد داره، احتمالاً نقطه‌شو بالا پایین احتمال میدن کرخنام یا کرجه. نقاط همنام هم ما زیاد داریم. مثلا ما یک روستایی داریم تو همدان که میگن احتمال زیاد چون بوعلی سینا زیاد میرفته تو این روستا داروهای گیاهی کار میکرده تو کوه‌ها به نام افشنه، به نام مادرش احتمال میدن که این روستا رو بوعلی سینا اسمش رو افشنه یا حالا اسمش شده آفشینه، اینا همون میگه افشنه بوده، ولی احتمال میدن که نقطه‌ای بوده که در همدان. آره در همدان. بوعلی سینا چون خیلی مادرش براش عزیز بود